طربخانه بورک با درود سپاس مزه پسندان را پذیرایی میکند. این همه مدت با پیشنهاد لذیذترین انواع غذا، خدمت رسانی عالی درجه، ما باوری شما را به دست آوردیم. از این به بعد باز هم لذیذتر و بالاتر و زیباتر. بورک، فضای کاملا دوستانه. تلفن برای فرمایش 99 999 2008. سر زندوری میزاد فوکس نکنی. چرا؟ بگو زندوری رو دارم خلاص. نمیخوای در این موضوع؟ موضوع خوشایند نیست؟ یک موضوع پریوات است. باید خوب از اکثر نفهم از زیاد خوبتر است. چرا؟ دلشون میشه. از چی میترسن؟ از چی نمیترسن. درود. با همین یک پیشگفتار سراخباری عجیب و غریب برنامه رو شروع میکنیم. مطمئنم که صحتت، شادت، مسرورت. امروز رفیقم به برنامه آمده است. رفیق جانیم صدیق شباب. صدیق شباب فکر میکنم که رفیق همه ما و شماست. با ترانه هایش خاطر ما را شاد میکند و ما امروز خیلی خوشحال هستیم که صدیق شباب را مهمان کردیم در برنامه ناگفته ها. درود صدیق جان، من سلام همه بچه ها رو به شما میرسونم. من هم سلام و درود خدمت شما، خدمت همه عزیزایی که ما را میبینن، خدمت همه بچه ها. من بسیار خوشوقت هستم که در برنامه بسیار جالب و دیدنی خودت آرزوی عزیز دعوت است. ناگفته ها. البته ناگفته ها. بله. ما چه ببینیم چی ناگفته ها مونده کردن. دیگه چی ناگفته ها مونده. ناگفته ها خیلی زیادن. فکر کنم که ساعت ها کمند برای گفتن ناگفته ها. دقیق. صدیق جان. جان. چند سال اخیر زود تاجیکستان میآیید. بله. ما شاد میشویم وقتی که شما میآیید. تاجیکستان رو بسیار دوست می‌دارم. ما هم زبان و هم فرهنگ و هم خون هستیم. بله. هم تبار هستیم. بله. دوم شرایط کاری و چیزهایی که در پیش خود مجسم است همش در تاجیکستان است. ولی متاسفانه که ما در افغانستان فعلا رفتن نمیتونیم، شرایط به اون شکل نیست. تاجیکستان هم من حیث خانه دوم ما خانه ما بله. آمدیم که ما خود تبارز بدیم و از خود هویت نشون بدیم که ما کی هستیم. ما بهترین لوکیشن، بهترین سناریو، بهترین موسیقی، بهترین فضا را در تاجیکستان داریم. صدیق جان، هفته پیش زنگ زدم گفتم که تصمیم داریم شما را به برنامه دعوت بکنیم. در اروپا بودید. بله بله. در جرمنی. ما پیش از ما شما دیدیم آرزو جان. امروز که سخنهای آهنگای البته آهنگ ما و مبارز جان از بخیر کو هم میاین قریب. شما سخنهایش گفتین بسیار جالب هم هست که ضبط کردین. ما وکالای خود ثبت کردم. انتظار مبارز جان هستم که امروز یا فردا آوازهای خود ثبت کنن. لوکیشن رو انتخاب کردیم. لوکیشن هم انتخاب کردیم. سناریوش کار میکنیم. کوشش میکنیم که یک چیز مشترک مکس داشته باشیم که هم برای نسل که امروز است قابل قبول باشه و هم یک چیز از خود داشته باشیم. این قبیل موسیقی ها را در تاجیکستان موسیقی های کلاب میگن. بله. خب ما کوشش میکنیم که برای همه مخاطبین خود بخوانیم. بله. اگه چی در کلاب میشون، چی در خانه میشون. اما دوستداران سبک سنتی موسیقی کلاب رو دوست ندارن. بگذار که ما همه مخاطبین خود داشته باشیم آرزوی عزیز. چی میگه از هر چمن یک گلی را باید بگیریم و برای مخاطبین خود بدیم. این همخوانی که دارید این اولین همخوانی شما نیست. قبل از این با یک آهنگ دیگه هم داشتیم. خانمی خیلی معتبر و نامدار کشور ما یک همخوانی داشتید با زلیخا. زلیخا جان البته از طریق برنامه شما براش سلام احترام تقدیم میکنم. بسیار دوستش میدارم و احترامش میگذارم. واقعا یک خانم بسیار پرتلاش و پرکار است. ما خواستیم که یک کار ایجادی نوی داشته باشیم که اقلا از لحاظ سخن، از لحاظ مسائلی که یک پیام و یک مسیج بسیار خوب داشته باشه که ما اما تمام گپ‌های تاریخ خود بتونیم بیان کنیم و بیاریم روی یک ریتم و بالاخره اما پیام آخر ما حتما شنونده ها ما رو شنیدن و ما این تجربه نوی بود که ما همراه فکر میکنیم برای خانم زلیخا هم یک تجربه نو بود. تو از ما خوشحال باش من سوم ندار و گل لالا تو از
این ترانه نشر شد در یوتیوب، شما میتونید پیدا کنید. صدیق شباب با زلیخا. اصلا آرزو جان میخواستیم که کلیپ آهنگم باید بکشه، ولی ما متاسفانه که وقت برای ما بسیار، زلیخا جان مصروف بود، ما هم مصروف و وقتی که پیدا کردم زلیخا جان مصروف بودن. ولی این رو قبل از نوروز انتشار کردین؟ در خود نوروز. در خود نوروز. خود یک دو سه روز بعد از نوروز. ولی آهنگ است که هم هر سال را میشه اگر ما بخوایم کلیپ هم جور کنیم، ولی در تصمیم هستم که این با اکسنوری بسیار خوب که هر سال در نوروز آهنگ نشر شود. وقتی که اولین بار تاجیکستان آمدین شما رو شناختن؟ آرزوی عزیز، ما اولین بار در سال 1991 آمدیم به تاجیکستان. بسیار خرد بودم، برای کنسرت آمده بودیم از طرف دولت. اون وقت چند سال داشته؟ ما وقت فکر میکنم شاید 18 سال داشته باشم. 19 چند؟ در سال 1991. بله. ما اولین کنسرت رو به کاخ باربد دادیم. بله. اگر شما سال 1991 18 ساله بودید، بله. پس حالا چند ساله؟ بگذار که حساب کنم دوستان. سال 1973 تولد شدید. 73 که باشد حالا 51 میشه. 51. بله. شما با این 51 سالگی خود اینقدر جوان هستید، یعنی شباب این جوانی است. فکر میکنم اولین دفعه است که دوستان میفهمن سن و سال مرا. خوشحال کننده برای من این است که من 3 سال از شما خوردم. 2 سال. نه 3 سال. 73 ما 76. همین 3 سال کمی خوشحال کننده است. خوشحال کننده برای شما هم جوان هستین آرزو جان. ولی از اصل موضوع آمدیم به تاجیکستان. آرزو عزیز، سروده های ما تقریبا گزافه گویی نکنم حدود 15 سال به این طرف همین یک سرود بسیار مشهور دارن در تاجیکستان، در ازبکستان، تاجیکستان، حتی قرقیزستان، آسیای میانه کلی میشنون. آهنگ در باغ می خرامید آن ماه نو رسیده. این ترانه مثل یک شناسنامه ایجادی شما است. بله، بله. در کشورهای ما، در قلمرو کشورهای ازبکستان و تاجیکستان. همه خیلی است. اکثرا تا همین حال با چهره فیزیک من آشنایی ندارن. خب طبقه فرهنگی میفهمن، دوستای هنرمندای عزیزی که من همراهشون آشنایی دارم، دوستای من هستن، شما عزیزان حال اکثرا میفهمن. بعد در رستوران‌ها جایی که میرفتیم میشتم آهنگ پلی میشد با یک برنامه بسیار مقبول که یک رقص بسیار مقبول در اون اجرا میکردن، ولی کس نمیشه. ولی آهسته آهسته و من تصمیم گرفتم که ما مخاطبین بسیار زیاد داریم در این حوزه، باید کار کنیم که اقلا مردم چهره فیزیکی ما را بشناسن که این آدم مستن. چهره فیزیکی شما را با اون خاطر نمیشناسن آدما که شما نمیایین جلوی دوربین ها نمیشینین و حرف نمیزنین. خیلی کم است این آمدن ها، کمند. زود باید جلوی دوربین ها بشینین، صحبت بکنین تا چهره فیزیکی شما به مردم آشناتر بشود. و همین خاطر میخوایم که زود بیایید. لااقل در یک سال یک بار برنامه نگفته ها بیایید. حتما بارست میایم. گفتنیایی که در این سال نشده اونم بهم دیگه برنامه سال آینده میگیم. و خوشبختانه که آهنگ همراه زلیخا جان داشتم، همراه مبارز جان عثمانوف، دوست بسیار خوب، هنرمند بسیار. و به خاطر شناختن چهره فیزیکی شما لااقل برای یک دقیقه لازم است که شما این عینک را از چشمتون بگیرید. حتما ثبت کنید. به عینک صدیق شبابی 50 ساله را، من 3 سال خردتر هستم، یعنی جوانتر هستم و نمیخوام لاف بزنم، ولی ببینید انسانی 50 ساله مثل یک مردی 50 ساله مثل یک جوانی 28 30 ساله است. خب احسن بر شما. وای تشکر. وای خوب بلد. ورزش میکنید؟ چی نوعی ورزش؟ اکثرا همراه شاعر جان اون دفعه گپ میزد، چند دفعه که زنگ زدم میبینه که من جنگل میدم. باز میگه تو چی میکنی تو؟ گفتم خب کمی کار است. شما جنگل دوست دارین؟ بله، من اکثرا صبحانه حدود 2 کیلومتر 3 کیلومتر بالاتر از او قدم میزنم و دوش میکنم. و میتمان سپورتی هم که هست، میتمان آزادم که هست در داخل جنگل در فضاات میکنم. خب جیم گپام میرم، ولی در زندگی خودم همیشه مثبت‌گرا هستم. نگاتیو فکر نمی کنم زیاد. اگر نگاتیو مسائل هم بیاره سر خود مثبت فکر میکنم
و مبارزه میکنم سرش و اکثر سر گپایی سن یک رقم است. من اصلا نگاتیو جستجو میکنم، نگاتیو رو دوست دارم که ببینم از هر زاویه چی است، چی طور است. پیشه من روزنامه‌نگارم، پیشه من این است که من باید پهلوهای منفی رو پرسجو بکنم، جستجو بکنم، بازجویی بکنم تا بفهمم که چی گپ است. و شما از یک بود دیگه فکر میکنید ولی ما از یک بود دیگه نمی‌بینیم. نه کوشش میکنم که همیشه در زندگی مثبت‌گرا باشم. اما خیلی ها در تاجیکستان نمیدونند که شما مجرد نیستید. خب زندگی زن دارید؟ بله عروسی کردیم. بله. چند فرزند دارید؟ خیلی اگه بگیم باز تشبیه میشم، نظر میشم. اصلا چند فرزند داری صدیق جان؟ بیا باشه ماما بجنه. اهل فامیل همه در جرمنی کلی در جرمنی هستن، درس میخوانن، درس خواندن، کار میکنن، همه مصروف زندگی است. چرا نمیخواید بگید که چند فرزند باش که باز نظر میشم. من دو تا پیداگم گفتم دستم شکست. با این خاطر انسانی خرافاتیت پس. باید خرافاتی نباشه. به گپا بقدر باور نداره ولی انسان بدون فال هم زندگی نمیشه کرد. زندگی خودش یک فال است. بار فال دیدید؟ با فالای خرافاتی اعتقاد نداره ولی خود زندگی امی خودش یک فال است. خداوند برای داده فکر میکنی هر چی که پیش روی میاد همراهش مبارزه میکنی، کار میکنی، خودش یک فال است. فردا رو چطوری میبینید؟ ما فردا رو اصلا پیش بینی کردن نمیدونیم. یک تخیل است. نمیدونیم که بعد 5 دقیقه چی اتفاق صورت میگیره. پس ما همین حاضر میزنید آینده. همین حاضر آینده همیشه خب یک تخیل است. ما انسان یک روز هم که زندگی میکنه، زنده میباشه، برای فردا را فکر میکنه ولی معلوم نیست چی میشه، چی صورت میگیره. قدیما حدس میزدید که روز از سرزمین خود میروید به غربت، این رو حدس میزدید، تخمین میکردید؟ خب بر اصل تاریخ انسانی اگر فکر کنید انسان ها کلش در یک جغرافیا هستن ولی اینطور حدس نمیزدم که یک شکل میه ولی حالا که آمده میبینیم چی میشه. صدیق جان برای من خیلی جالب است سرنوشت و سرگذشت انسان‌های ایجادی که خاک سرزمین خود را ترک کردن و رفتن به غربت. یعنی چطور رفتند؟ با کدام راه رفتند؟ با کدام اندیشه رفتند؟ قصه شما هم خیلی قصه جالب است. میخوام که این قصه رو در میان بگذاریم. قصه من هم بسیار جالب است. خب ما مردم افغانستانی و افغانستان مهاجرت هویت ما شده. بدبختانه در طول 4 دهه 5 دهه که جنگ است. چند سال داشتید که از افغانستان رفتید؟ من از افغانستان بسیار خوب بودم. حدود تقریبا 21 سال 22 سال داشتم که برآمدم افغانستان. 22 سال داشت. دلیل رفتنتون چی بود؟ همین جنگ طبعا، همین تحولات سیاسی که در افغانستان صورت گرفت. تحولات سیاسی و بینظامی. بله، همین سال 1992 ما از افغانستان توته شدیم، بالاخره مرز به مرز خود بالاخره رسانیم. چطور رفتید و اصلا در افغانستان چه زندگی داشتید شما در شهر کابل؟ خب بی‌طرف زندگی مفهوم خود واژه زندگی که میگیم آرزوی عزیز، این بسیار تعبیرها و بسیار مفاهیم مختلف داره. من نظرم از زندگی نیست که یک کسی یک خانه مقبول داشته باشه، یک موتر مقبول داشته باشه، یک لباس مقبول شیک بپوشه. طبعا این گپای ظاهری است که ما خود خوش میسازیم، مرکز تلاش میکنه که یک چیز ظاهری داشته باشه. زندگی به اوست که یک انسان احساس درونی خود روحاً آزاد باشه. به صفت اگه انسان با اون خاطر گفتم که سرک، همسایه، اندیوال، عشق، علاقه، رابطه، چیزهایی که فرا گرفته بود شما رو در افغانستان. بله، طبعا همون حالتی که ما در افغانستان زمان دولت حکومت دکتر صاحب نجیب الله بود، خدا اونا رو رحمت کنه، وقتی کمی تحول صورت گرفت، طبعا یک تحولی که در یک جامعه صورت میگیره تمام همون بنیادهای اقتصادی و فرهنگی جامعه را تغییر تبدیل میکنه، شور میکنه، زیر و رو میکنه. اما بالاخره چی بگم، به وقتی ما اصطلاح ما شما چی میگن، کدوادش میکنه، یک سرازیرش میکنه. اما ملحوظه که شرایط زندگی که ما میخواستیم یا برای ما تصور میکردیم وجود نداشت. بالاخره ما از پراکنده شدیم و مادر که آمدیم است. چی طور فرار کردید از افغانستان؟ خب اول به کدام کشور رفتید؟ اول خب فرار بگیمش یا با خوشی خود بگیم یا ولی فرار گفتن نمیشه چون اقدر هم تو اجباری نبود، ولی ما یک شکل و شرایط زندگی دیگر هم میخواستیم. از اون مهاجرت کردیم یا به اصطلاح چی میگم مهاجرت کردیم، آمدیم به شوروی سابق از طریق اوکراین، باز بالاخره ما از این طریق آمدیم به طرف خاک آلمان. با مردم اوکراین
رفاقت پیدا کردید؟ دوست می‌دارم مردم اوکراین هم دوست می‌دارم، مردم بسیار خوب. زبانشون کم بلد هستم، همین زبان روسی را کم میفهمم. اگرچه مکتب ما خواندیم در افغانستان، من خودم مکتب نظامی را خلاص کردم. اوکراینی چی؟ اوکراینی خوب نمیتونم، ولی از تجارت میکردیم، میتونم رفع مشکل میکردیم که بجای دیک همین همراه همین چیز خوب در گپ زدم میشه. یگان ترانه اوکراینی زمزمه نکردین؟ یک آهنگش بسیار دوست می‌داشتم، از ناتاشا کرلووا بود. و او آهنگش باز از اوکراین است ناتاشا کرلووا؟ اما بله، باز اکای بزرگم طاهر جان شباب، باز او آهنگش او هم یکی از هنرمندای بسیار مشهور افغانستان هستن، اکای بزرگم. حتما شما او را در یوتیوب ببینید، سرچ کنید میشناسین. باز او آهنگش با فارسی خواندم، با شعر فارسی خواندم. کدام آهنگ؟ اما یک خواندنش که بود میگه ویزاگری فانتانه یه تا کونچلاس نیجداله جولتی و تلپانی. این بسیار یک آهنگ مشهور بود که تا بالا هم مردم افغانستان از او آهنگ خاطره دارن و ما آهنگی که میمونن تلویزیون افغانستان فارسی کردین شما؟ خب به همین شکلی که شما آرزو جان یگان آهنگا را تصنیف میکنین، سخنهایش جور میکنین. ویسخلی فانتانه او گفته بود، من نمیدونم امیال ذهن نیست، ولی فکر میکنم آهنگ در یوتیوب هم هست، اگر دوستان خواسته باشه میتونم ببینن. شباب جان خیلی جالب. در اوکراین نماندید؟ در اوکراین بسیار کم ماندم، حدود تقریبا 1.5-2 سال. ولی چند رفیقی من گفت که صدیق شباب همین چند قبل به اوکراین آمد. من 3 هفته پیشتر اوکراین بودم. دم خود خارکوف، دم خود جایی که همین خط جنگ از رفتم. من تصویر دارم. رفتید؟ یک دوست بسیار خوب است، توغیان جان، سلام مرا بپذیرید از طریق برنامه شما. و دیگه دوستم که در خارکوف زندگی میکنن، داوود جان است، روسی بچه شان. گفت صدیق جان میای؟ من گفتم من نمیفهم شرایط آمدن چه قسم است، خوب پرواز هوایی نیست. گفت هیچ گپ نیست، شما میتونین از طریق کشنوف مولویا بیاین، از کشنوف تا ادیس را موتر میریم، باز از موتر دیگه موتر شما را میگیره به این طرف. چرا در این اصلا اوضاع خراب شما رفتید به اوکراین؟ ما باز یک حس عیاری داریم. عیاری که من افغانم، از جنگ نمیترسم، 30 سال است که در افغانستان جنگ، با همین احساس؟ نه من مو عیاری که یک دوست خود وعده کردم، گفتم میایم، بعد موجودم استوری هم کرده بودم، گفتم تا کار آستابرو بچه تا نکنم، خب ما چیز نمیگم میایم. ولی ما اصلا خب گپایی که در ما در تبلیغات میشتیم بود چیزام ندیدیم، ولی حالا که ما میبینیم ما از خود در سرکی که ما رفتیم تا خارکوف دمی شامی هیچ کسی دیگر نبود. خیلی خطر هر طرف تانگای سوخته، موترهای سوخته، موزه. و در جایی هم که زندگی میکردیم آرزو جان 20 کیلومتر رو طرف سرحد روسیه است. جالب یکیش است که ما از برنامه که خلاص شدیم شبانه می چیز درون می یا یک چیز میت سیگنال و یک کسی خواست که سیمکا کنه به اصطلاح ما شما، یک خانم اوکراینی بود، پلیس آمد گفت نریزی. خب بعد از 11-12 شب چیز میشد، خوید شبگردی میشد. ما دیدم این طرف میبینید رستوران ها هم آزاد، مردم یک فضای بسیار اصلا تصور نمیکنید یک جنگ است، ولی یک طرف دیگر میبینید زندگی هم عجب همراه هم بازی میکنن. ولی ما رفتیم گفتم باش که در تاریخ موسیقی، در تاریخ کاریر خودم هم یک ثبت کنیم که با دو دوستم صبور جان کریمی که طبل نواز هستن و ریحان جان عثمانی کیبورد می‌نوازن، ما بسیار خاطر جالب داریم از این سفر 5-6 روزه. ترانه خواندیم، پایکوبی کردیم، شادی کردیم و انجینر صاحب عبدل کلی خانه را برام مجدد داد. خانه‌اش در خود پاریس میگن در ادیس نه، در ادیس. یک خانه بسیار مقبول، یک شیشنی و درشنی خانه داره. بازو کلی خانه را برام داد که ما یک شب ما اونجا قرار بودیم، رفتیم در بغل بحیره سیاه. بدبختانه که یک هفته بعدش گفتن که بسیار شدید درگیر شده اونجا که برقم رفت و آبم نیست و برقم نیست. خیلی زندگی می خیلی بازی میکنه. ما هم تجربه کردم. صدیق جان چون حرف سر اوکراین رفت، یک سوال خیلی مهمی در ذهنم تولد شد. جان شما طرفدار اوکراین هستید یا طرفدار روسیه در این پرخاش؟ من طرفدار جنگ نیستم از هر طرفی که باشه، ولی طرفدار زورگویی هم نیستم. ما انسان ها هستیم. به نظر شما کی حق هست؟ اوکراین یا روسیه؟ ما خب هر کس تصورات خود داره. هر کس تصورات شما چی است؟ ما از زاویه شما اگر به این حادثه نظر بکنیم. ما از زاویه خود اگر به نظر بکنم
من بسیار تاسف میکنم که مردم اوکراین آواره شدن. او اوکراین با اون مقبولیش شهر ادیسا خارکوفی که من دیدم اموجا عیناً تصویر شد پیش من مردم خودم که ما 40 سال از آتش میسوزیم، بالاتر از 40 سال و این ساختمان ها این مقبولی شهر که میدم و مردم آواره شدن مردم اوکراین و این برای من بسیار شخصا برای خودم بسیار تاسف آور است و واقعا اگر ما صادقانه بگم یک طرف وطن خودم پیش ذهنم آمد، یک طرف همین ما گفتم اینا چی میخواستن. این که مردم اوکراین حق دارند که آزادی های خود را دفاع کنند، مرز خود را دفاع کنند. هر کسی به صفت انسان که زندگی در محل یا منطقه یا خانه خود میکنه حق داره که از خانه خود، از مرز خود، از ارزش های خود، از ارزش های تاریخی خود دفاع کنه. او حقش است. کاری که اوکراینی ها میکنن امروز، ما به صفت هنرمند اگر بازخوان جنگ هیچ وقت نمیپذیریم، ما ضد جنگ هستیم. برای ما مرز، قومیت، جنسیت اصلا هیچ ارزش نداره. من در افغانستان زندگی میکنم، از افغانستان البته زندگی میکردم، از همونجا هستم. آرزو جان پدر مادر من از پنجشیر است. برای من مردمم به صفت انسان برای مردم مخاطب نبود. یعنی میتونید با زبان انگلیسی هم بخونید، با اگر من توانش داشته باشم که با زبان روسی بخونم، با زبان ازبکی بخونم که البته پلان هم دارم، با زبان آلمانی، ولی تو هر زبانی که اگر من استعدادش داشته باشم یا تواناییش، من میخوایم که مخاطبین من هم زیادتر شه. چرا نه؟ خودم شخصا بسیار علاقه دارم که تاریخ خود بفهم، موضوعات دنیا را بفهم. برای من هنرمندی که از سیاست دنیا با خبر نباشه، از تغییرات یا از وضع جویی که در اون محیطی که زندگی میکنه نفهمه، باسو نمیتونه که نکاز بده. چطور میتونه؟ بله. تاجیکستان آمده، چی تصمیم ها گرفته دو آمده؟ نقشه ها مکچه ساخت صادقانه برای شما میگم آرزو جان، این دوستان بشنون. نمیدونم شاید من تصور خود نمیتونم که خدا ناخواسته من زیاده گویی نکنم. ما آمدم به آهنگ که او را باید سیمکت کنیم تصویر برداریم، یک آهنگ به نام پارسی که ما پارسی، بله او را حتما شما شنیدین. ما 3-4 نفر رو آهنگ خواندیم که شعر از قهار آسی است به نام گل نیست ما نیست دل ماست پارسی، بله، غوغای که ترنم دریاست پارسی. بله. آهنگ ما از 10 سال به بالای شده که اودیو را ما ثبت کردیم. واضح میره از همون سال بعد من تصمیم دارم که باید تصویر سازی کنم. چند نفر اجراش کردین؟ 4 نفر. کی ها؟ ما طاهر جان شباب اکای بزرگ من، عارف جان کیهان که از هنرمندای بسیار سابقه دار افغانستان است و خالد جان کیهان پسرشون که اکثرا آهنگای مرا اونا موسیقیش ارنج کردن. این رو کی پیشکش میکنید به مخلصان؟ ما آمدم سال 2002 آخر سال 2002 که سال نو هم میشد، همراه دوستا همینجا معرفی شدیم رفتیم به پنجکند. قصه را بر شما میکنم. این اولین تصویر برداشت خواستم که از سر مقبره رودکی بزرگ باشه که پدر زبان پارسی است یا اولین زبان شاعر زبان پارسی. از اونجا شروعش میکنیم. خواستیم که تمام ارزش ها، تمام همون جاهای تاریخی که مربوط به تاریخ زبان ما میشه این ما بیاریم به این تصویر بکشون. و یک پروژه بسیار ساده هم نیست و نمیتونم که چی وقت موفق میشم تا بالاخره خدا نخواسته که نمرم تو وقت، ولی میخوایم به تصویر بکشون. شما باور کن آرزوی عزیز که من وقتی که در پنجکین داخل شدم یا در خود پنجرود رفتم، من تو فکر کردم که من 1000 سال پیش تولد شدم اینجا. اینقدر ما نزدیکی مهمان نوازی مردم، همون صورت پوشیدن لباس و قیافه های زیادی که ما در پنجشیر دیدیم. اگرچه ما در پنجشیر بیشتر هم زندگی نکردیم، پدرم یک افسر نظامی بوده که ما در تمام شهرهای افغانستان البته زندگی کردیم، در شهرها زندگی کردیم. نرفتیم در پنجشیر از رخصتی ها میرفتیم یا به بسیار پنجشیر. من در پنجشیر بودم، میدونم پنجشیر خیلی جای زیباست. شما باور کنین همون چکمانایی که میپوشن، موسیایی که پوشیدن یا همون زمستان هم بود بازو میگم نمون لباس یا متاقینا همین چیز مردم در اون پنجشیر هم میپوشیدن. من فکر میکردم که من بسیار یک شناخت 1000 ساله دارم با این و از همون به بعد من بسیار دوست میدارم تاجیکستان. این تغییراتی که در تاجیکستان هست، این مهمان نوازی، محبت مردم و متاسفانه که دوستایی که همراه من کار میکنن کمک کند هستن، کمک چشم از همین تاریخ میگم. چند سال شد؟
تقریبا 2 سال است. 2 سال. خدای من چرا در 2 سال آماده نمیشه؟ خب بعض وقت میشه که ببینید 10 سال پیش ما نتونستیم. ان شاء الله که حتما یکی از پروژه های زندگیم است. پورا باید تصویر بسازم که آهنگ ماندگار باشه در تاریخ که همه بشنون. از آوازخوان‌های افغان چند نفر مهمان این برنامه بود. معلوم شد که آنها در غربت یکی به اروپا رفت، یکی به امریکا رفت. غیر از هنر باز رو آوردن به دیگر کسب و کار. کاری را غیر از کار هنری اجرا میکنید، انجام میدید در جرمنی. زندگی اروپا آرزوی عزیز زندگی بسیار تلاطم است. بسیار پایانی بالایی داره. شما وقتی که میرین زندگی میکنین مجبور هستین که یک سند داشته باشین، قبول شوین در کشور. لسان از اون به شکل اگرچه لسان آلمانی هم لسان است، بسیار مشکل است که یک مکتب تا اونجا نخوانده باشی بسیار مشکل است که 100% یاد بگیری. خود آلمان هم حتی نمیتونه. درست. طبعا باید این مراحل زندگی رو باز کار کنی، زحمت بکشی، باز لزو باید پاسپورتش بگیری. ولی خوشبختانه ما از اون گپا تیر شده، از اون مراحل تیر شدم. ما صرف یک همین بخش هنری بیخی کار شخصی است که از همین ما رسمی کار میکنم. همین کار رسمی است یا بزنس است همین. و دمی شب روز یک کافی شاپ بسیار مقبول گرفتیم در شهر منشان. کافی شاپ. یک کافی شاپ بسیار خوب است که او یک به نام هوفلینگر، یک برند بسیار مشهور است در آلمان، خصوصا در بایر منشن. صاحب این کافی شاپ شمایید؟ بله بله. اما ما خودمون قرارداد کردیم البته از همون کمپانی که گرفتیم. اگر شما یک روز بخیر ببینید بسیار شیرینی‌های مزه‌دار، بسیار کورنتای بسیار خوبه. من قهوه رو دوست دارم. همون کافی برای شما میدیم که مزه کنیم. قهوه های کافی شاپ های تاجیکی مزه میده؟ چرا نه؟ اتمسفرش مزه میده. من بسیار دوست میدارم. و این یک بار دیگر برای خودم تبریک میگم و این آبادی پیشرفت، این زیبایی را برای تماما مردم تاجیکستان تبریک میگم و این ناشی است. با چقدر سرمایه شما اون کافی شاپ را در جرمنی باز کردید؟ خوب سرمایه‌اش باشه. چند؟ مثلا نیم میلیون، 1 میلیون؟ نه نیم میلیون و قدر هم نمیشه. خب شما یک مقدار را تا حدود 100,000 تقریبا تا حدود 100,000 میتونی. $100,000 100 یورو البته. یورو؟ بله بله. 100,000 یورو. 100,000 یورو شما میتونید. خب بازو کمپانی قرارداد میکنه همه چیزا میاد برای شما. شما نفر دارین یا خودتان. اکثر وقت ما چند مدت است که شما این کافی شاپ رو تقریبا حدود از دسامبر سال گذشته. 1 سال شد. خرجی که کردید پس گشت؟ خب همین انتظار است کار کنید دیگه تو نمیشه. خب اگر نگرده می که زندگی میکنیم. در یک ماه چقدر عاید میآید از کافی شاپ به جیبک شما؟ همین که زندگی میکنیم. خب است. بزنس نمیگم تو جان کس. این اسراری بیزنس است. این کس نمیگه. کس نمیگه. باز اگر هیچ نباید با چی کنی؟ با کس نمیگم. نگم. همین زندگی خوب است. قانع هستین، راضی هستین. در اون کافی شاپ کی کار میکند؟ خودم از طرف صبح وقت که می داشته باشه که می باشم، سفر نباشه می باشم و دیگه اولاد هاست. باز کارگر داریم. اولادای شما؟ نه. فرزندای شما؟ پسر شما؟ اولاد هاست یعنی چند؟ یعنی اولاد هاست باز میخوای کجگاهی کنی که میکنی. کارگر هستم. با اون راه نشد با این راه میخواه. حتما رو نگروز میگم. میفهمانی که اولاد هاست گفتید؟ یعنی یک نفر نیست؟ خب بخشا داره. از صبح 6 صبح باز میشه تا 6 دیگره. باز روزای رخصتی از ساعت 7 صبح باز میشه و ساعت 12 یک روز. اصلا آدمایی که بیزنس دارند مصرف رو در راه هنر اونقدر دوست نمیدارند. ما از ما کلی مصرف در راه هنر است. بخش درآمد کاری ما که ما از طریق هنر پیدا میکنیم هیچ به زندگی شخصی ما تعلق نداره. ما خدا کلی صاحب زندگی و کار. اونایی که کار میکنن با شما نمیگن که شما با این همه سرمایه و عاید را بیهوده در راه هنر صرف؟ نه اونا میفهمن که من قسمی کار بیهوده نمیکنم. هیچ وقت افراط نمیکنم در کار. شرایط کاری یکسان داره. اگر ساده کرده بگیم خلف و کلید و
اون صندوق و پیسه ها در دست کی؟ هر کسی که چیزش داشت میگه استعداد و تواناییش داشت. اما یک نفر باید سرنشین این همه شهامت باشد. کی است؟ خانم صاحب است. خانومی شما. خیلی خوب. یعنی شما از خانومتان پول میگیرین؟ نه خیر. یعنی همه زندگی میش مربوط از خانم صاحب میشه. یعنی همه چیزی که هست. خودتون انتخاب کردین خانومتان را یا در شکلی انعهای سنتی؟ نه انتخاب با خودم بوده. در افغانستان انتخاب کردید همدیگر را؟ در فضای فامیلی که ما زندگی کردیم خوشبختانه پدر و مادر همون شرایطی که امروز ما زندگی میکنیم همه شرایط بر ما مساعد بوده. در افغانستان ازدواج کردید یا در اروپا؟ در افغانستان. حق انتخاب همه چیز به دست خود ما بوده. در جامعه سنتی که خود هنر بسیار پیش بردن بسیار مشکل است. هنرمند شدن حتما از این موضوعات شما در داخل افغانستان. شما که هنرمندین روی استیج میایین، علاقمند دارین، فالوور دارین. خانم شما چی نظر دارد به این وضع؟ یه اصلا موضوعات هیچ مطرح نیست. چرا؟ من هنرمند هستم وقتی که سر استیج یا سر بیرون یا سر کار خود میام اونجا من ختم میشم. فاصله من دیگه بازوشم فاصله فامیلی من ختم میشه. بعضی وقت هیچ وقت خانومتون نگفت که کافی است؟ هیچ وقت نمیگه و هیچ وقت نمیگه. تشویق میکنه. تشویق میکنه. هیچ وقت گفتم وقتی کوجا داخل میشم موجه من از اونجا ختم میشم. مو سرحد شخصی مرکز ختم میشم. مربوط یک فامیل کلان دیگه که مردم هست مربوط. صدیق جان ببینید خانم شما رو با اینکه هنرمندید قبول کرد، پذیرفت. اگر خانم شما آوازخوان باشد شما میتوانید این را بپذیرید؟ چرا نه؟ میتونید. چرا؟ بگذار که حق است. حق داشته باشه. ما حق بتیم برای ما در جامعه انسانی باید زندگی کنیم. بسیار چیزا نمیخوایم قصه کنیم آرزوی عزیز. ما بسیار معذرت میخوایم از شما از عزیزا. اکثرا دوست من میفهم برنامه شما باید همین کنجکاوی را کنه ولی اکثرا زندگی پرایوت یا زندگی شخصی کوشش میکنم که باید مربوط خود ما باشه. نمیخوایم به هر صورت انسان‌های معروف و شناخته شده، انسان‌های نامی، انسان‌هایی اند که مردم به دنبال کوچکترین جزئیات حیاتشان میروند. جستجو میکنند. وقتی که شما به میدان هنر آمدید این را باید بپذیرید که جزئیات زندگی شما همیشه جالب است برای مخلصانتان. شما رابطه شما با فرزندان، با خانومتان، با دوستان و رفیقان چگونه است؟ همه این جالب است برای دوستداران هنرتان. ما دیگر دور و جدا بوده نمیتوانیم از این چیز. به همین خاطر این مسئله ها خیلی جالب است. پس در برنامه های آینده برمیگردیم به این موضوع. حتما. از خانومتان بپرسید. چقدر جنگ اجازه بگیرید. چقدر آرزوی چقدر جنگ انداختم. جنگ انداختم. نه چقدر نامید شده باشه. من معذرت میخوام. خواهش میکنم. پس اون ترانه رو زمزمه میکنیم. ترانه‌ای که تمام مردم تاجیک میدانند. در باغ میخرامید آن ماه نو رسیده، آن ماه نو رسیده، دامن کشان و میرفت گلها را چیده چیده، گلها را چیده چیده، با صد بقر و تمکین برگشتی دیده، برگشتی دیده، من نیز در قفایش رفتم چنان دویده، رفتم چنان دویده، در باغ میخرامید آن ماه نو رسیده، آن ماه نو رسیده، دامن کشان و میرفت گلها را چیده چیده، گلها را چیده چیده. این ترانه را همه میدانند، دوست میدارند. سپاس صدیق جان. امیدوار هستم که برای هم خیلی کنجکاوی کردم. همه میبینند. این ترانه را شما میتوانید از یوتیوب تماشا کنید. صدیق شواب در باغ میخرامی. همین تگ ها را بزنید پیدا میشود. ولی من از شما عذرخواهی میکنم برای کنجکاوی. خواهش میکنم آرزوی عزیز. من هم
تا جایی که بود من شما تشکر بکنم که سپاس مهربانی کردین، مهمان نوازی کردین. امیدوار هستم که با شنیدن و حرفای ما دوستا خسته کندرشان واقع نشه. خب یک کپایی بود و من کوشش میکنم که کارهای تازه داشته باشم، کارهای جدید نو که منتظرم دوستا انتظار باشن و ببینن و به نظر من خوبتر است. منتظر میمانیم. اینجا خداحافظی میکنیم با صدیقی شباب. تمام زیبایی های دنیا رو تمنا میکنیم بگذار این زیبایی ها همیشه برای صدیق جان دسترس باشند.